شرایط گذراندن معرکه‌های اطلاعاتی در بین اهالی در آن میباشد که تو اهالی وقتی که بیشتر آگاه میشن از پرابلم‌های اکولوژی و همه آن چاره‌هایی که وابسته به پس کردن زیان طبیعت روانه کرده شده است میتواند به خوبتر گرداندن محیط زیست، خوبتر گشتن سطح اجتماعی مردم، آنها را فعال‌ناک کردن نسبت محافظت محیط زیست روانه کرده می شود. ما با طریق والنتیران خود کارهای زیادی را به انجام رسانده ایستاده‌ایم. تازه کردن راهرف‌ها، شناندن درختان، تازه کردن جویبار و لب‌های دریاها، تازه‌کنی و برقرار کردن برگزار شده است. در یک جایگی با دیگر مقامات‌های دولتی و جمعیتی والنتیران ما نیز در کوچه و خیابان‌ها به مردم ورقه‌های اطلاعاتی دایر به تازه نگاه داشتن حفظ محیط زیست کارهای تشویقاتی و تبلیغاتی انجام داده ایستاده است. ما شاهد آن هستیم که وابسته به آن معرکه‌های اطلاعاتی که از طرف ما گذرانده میشد و ما نسبت محافظت کردن محیط زیست در آنها صحبت میکردیم با مردم، رفتار مردم خیلی دیگرگون شد. در اکثریت موردها آنها با تشبس‌های خود برای تازه کردن گرد و اطراف، برای خوبتر کردن محیط زیست فعال‌ناک شدند.